سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. آقا ما اومدیم کار پارکینگ تو رو نصب کردیم که حالا به تازگی آمده بیرون. ببینیم گرافیک پایین با بالاش چه فرقی میکنه. جفتش هم 120 fps. من با آیپد پرو M4 رو دارم تست میکنم که کاملا متوجه بشید گرافیک بالا و پایینش رو بدون هیچ لگی. بازی جزء دسته بازیاییه که آنلاینه و میتونید هم آفلاین البته بازی کنید. 40 تا پلیر میگیره توی سروراش و به نظر بازی خوب میاد. طرفدار آنچنان نداره ولی خب بازیش هم میکنن. و بریم که ببینیم روی گرافیک پایین همینطور که مشاهده میکنید نوکیای دکمه‌ای هر نوع مدلیش بگید بالا میاد. یعنی اصلا هیچ گرافیکی از جلو تا نمیتونی ببینی و اینو درست کردن که دیگه هر نوع گوشی بدون لگ بیاره بالا. روی گرافیک پایین آیپد 124 fps هم حتی داد، با اینکه 120 آخرینش بود. نمیدونم چجوری 124 داد. گرافیک پایینش آنچنان خاصی نبود، یعنی دیگه میگم که هر نوع گوشی بگید میاره بالا، هر نوع گوشی. یکم تماشا کنید تا گرافیک بالا هم براتون بیارم و ببینید. خب همونطور که گفته بودم گرافیکو میزنیم بالاترین حالت ممکن، همه چی بالا، همون 120 fps. و باز هم میگم بازی آنلاینه که مثلا تو سرورهای 40 نفره میتونید بازی کنید، ماشین بفروشید، ماشین بخرید، یا مثلا کارهای مختلفی میشه کرد. حالا مأموریت‌های جالبی داره و جزو دسته بازیایی که خب به هر حال انتظارات ازش زیاده چون دوه بازی. گرافیک ماشینای ربات بازی هم بات بازی هم خیلی انصافا از نسخه یکش بهتر شده و یه سری ماشینای جدید هم حتی آوردم مثل بنز جی کلاس و اینا. بخوام براتون بیشتر از جزئیاتش بگم، قدرت تخریب خیلی خوبی داره، یعنی واقعا عالیه. و گرافیکش هم نسبت به بازی آنلاین قبول دارم اونقدر بالا نیست، ولی خب در حد خودش هست. مثلا بازی‌های کار ایکس استریت یا کار ایکس دریفت 2 خیلی بهتره، اما این بازی هم در سبک خودش بد نیست. یعنی انتظاراتی که ازش دارید برآورده میکنه. به هر حال میتونم بگم که آیپد به شدت داغ میکنه، یعنی باورم نمیشه سر این بازی انقدر داغ کرد، تازه با این گرافیک. و هیچ نوع فیلتری هم هنوز فعال نکردم روی حالت گرافیک برم که مثلا فیلترها رو هم فعال کنم. فیلترها رو اگه فعال کنید یعنی گوشی ذوب میشه یا آیپد ذوب میشه. خیلی داغ میکنه وقتی فیلتر رو فعال میکنید. من به شخصه نمیتونستم یه دستم بگیرم، میذاشتمش رو زمین. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو و حتما برام بنویسید چه بازی ها تست کنم. روی گرافیک پایین بالا تست میکنم اون بازی ها. و اگه ایده‌ای دارید که فکر میکنید کمک میکنه ویدیو من جذاب‌تر بشه، حتما اونم برام بنویسید. خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید.